مراسم تدفین و ترحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همان کسانی که چون مصیبت به آنها میرسد میگویند ما از آن خدا هستیم و بازگشت همه به سوی اوست. افسوس، صد افسوس، پدر از کف ما رفت، آن گوهر تابنده و پرمهر و وفا رفت. ما را نبود چاره بجز صبر در این غم، با حکم خدا آمد و با امر خدا رفت. با تأسف و تأثیر عمیق خانواده های امانی، یونسی و کبیر به اطلاع دوستان و عزیزان می رسانند که بزرگ این خانواده ها مرحوم حاجی حبیب الله امانی پس از یک مریضی طولانی به رحمت حق پیوستند. انا لله و انا الیه راجعون. به این مناسبت بیبی حاجی نفیسه امانی همسر، محمد ظاهر امانی برادر، وحید امانی، انجینیر شفیع امانی، دکتر میرویس امانی پسران، کاترین امانی و یلدا کبیر دختران، دکتر فهیم کبیر داماد، شکیبا امانی و دیانا امانی عروسان، محمد نعیم کبیر پدر داماد، همیرا کبیر مادر داماد، محمد قاسم عالمی خسربره، نسیمه یونسی خیاشنه، ادریس یونسی، الیاس یونسی، حارس یونسی و قیس یونسی پسران خیاشنه، گیتا عالمی و ویدا عالمی دختران خسربره ها، زیبا شهرانی، زینب شهرانی، سارا امانی، سوسن امانی، مسعود کبیر، هارون کبیر و هوا کبیر نواسه ها، محمد قاسم عزیزی داماد خیاشنه، اناهیتا عزیزی دختر خیاشنه با اطلاع دوستان و عزیزان می رسانند که جنازه مرحومی پس از ادای نماز به ساعت 12:30 بعد از ظهر روز شنبه 6 ماه دسامبر سال روان میلادی از مسجد جامع حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه واقع میشن بولوارد ایالت کالیفرنیا برداشته شده و در هدیره 5 پلرز اسلامیک سنتر واقع لیورمور ایالت کالیفرنیا به ساعت 2 بعد از ظهر به خاک سپرده می شود. انا لله و انا الیه راجعون. کارکنان شبکه جهانی آریانا افغانستان مراتب تسلیت